سلامی ما سلامی آشنایی است، پیامی به غباری روشنایی است. سلامی ما سعادت آفرین است، محبت را صداقت را قرین است. اینجا در روی خط شما نامگوی مفصلی هست، مرحمت کرده ترانه عشق استاد ترسونزاده را قرائت کنید. اگر از گریه کردن آب میشد دلی من بود، به سیلی اشک میگشت غرق منزلی من بود. اگر آسان نمیگردید مشکلی من بود، به زیر موج دریا مانده ساحلی من بود. شما همه یادداشت‌های استاد عینی را خوندید؟ بله. کدام قسم‌هایش را؟ اما همه قسمتش رو در ایام دانشجویی کورس یک و دوم بخوندم، بعد مختصرا باز تکرار کردم. در مکتب دخترانه یک دختری بود که مخصوص با صدرالدین بسیار مهربانی میکرد. کی هست همین؟ در مکتب دخترانه حبیبه بود که در همونجا شناسیده بودن در مکتب دخترانه. از سبب اونه که شروع درس نمیدادن، بعد پدر صدرالدین عینی گرفته به مکتب دخترانه سپرید. این حبیبه یک ابراز بسیار برجسته است. برای چی این ابراز رو استاد عینی اینقدر تفصیل میدهد و حتی این ابراز رو در اثرهای دیگرش با نامهای دیگر تصویر میکند؟ خب مرحمت. و در غلامان با نام فاطمه و اگر خطا نکنم در دخونده با نام گلنار نیز اشتراک می‌ورزد. خب و بیشتر همون علم دوست و شعر دوست بود، از همین سبب او رو بیشتر برجسته تصور کرده است. همون دوست داشته‌اش رو مثلا مبارز بود. یکی از همون قصه هایی که آوردش دست و بیشتر مبارز بود. وقتی که همون دوست داشتهش که بسیار لنگ بود و بدنما بود و برای گرفتن اون پدر و مادرش زید میبرد، او خودش کوشش کرده به پیش همون قاضی میرود و میگوید که من میخوام که همین رو فقط با همین اولاد شم. وقتی که میپرسد که پدر و مادر تو به این چی میگوید، در جواب میگوید که حاضر پدرم هم همین جوان است و مادرم هم. همون قاضی نامش عبدالواحد بود. با همون گفتگوزار به عمل آمده است، یعنی که مبارز بود، سیمای زنی جسور تجسم گردیده است. شعری بسیار هم مشهور پیرو سلیمانی که در برنامه مکتب ها هم هست، اسیره یا خود اسیان، همون یک بار خوانید کنید. اسیره یا خود اسیان پیرو سلیمانی. رعشه در جسم و پیکرم افتاد، عجبا این چی صحنه مدهش؟ چیست افتاده دختر مدهوش؟ حمله آورده کیست؟ هان ای داد افرید وحشی خونخوار، چهرش را به خاک میمالید، با صدای گرفته مینالید. کو دها، کو حمایه، کو امداد، کو ترحم، هلاک شو برباد. شما در اینجا یک شعر نامبر کردید، شعر استاد قناعت که به استاد میرزا ترسونزاده بخشیده شده است. مرحمت. برای حرمت موی سفیدش که هر طورش چو یک راهی سفید است، برای دلی امیدوارش که از چشم و نگاهی او پدید است. از لایق شعرالی بیشتر میدونم، غزلاشون شعرشون اگر اجازت باشد میخواهم که با مادرم شعری مادرش خونم. در آن ساعت که دلگیرم، کجای مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. سرم خواهد نوازش های دستان تو را امروز، دلم خواهد نگاهی گرم و چشمان تو را امروز. دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چدو بالی پرستوها به سوی قبله بکشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده، گسیلم کرده ای با راه های دور. سپس از پشت من بگریسته ای بر خود فرو مانده. چی میپرسی؟ تو از من بیشتر میدانی دنیا را و قسمت را، تو از من بیشتر میدانی صبح و شام دولت را. ولی من هر قدر از حکمت دنیا سبق آموختم، کتب کهنه و نو را چوبالین زیر سر ماندم. فزون از تو جهان و زندگانی را ندانستم، کشش های زمین و آسمانی را ندانستم که در 100 سالگی باز همچون کودکی پرپیچ خواهم مرد.
ندانستم که بعد شیر پاک تو فقط افسوس خواهم خورد، فقط افسوس خواهم خورد. از رحمت نظری میخواهم یک شعر وطن دوستانش رو پیشکش شما نمایم. گفتم وطن چمن چمن این انجمن شکفت، گفتم وطن چو گل به لبانم سخن شکفت، گفتم وطن وطن همه دشت و دمن شکفت، امیدی من محبتی من در وطن شکفت. ای کشوری کلام و سلامی خجستگان، بر دهر از تو رفت پیامی خجستگان. آزاد آزادی میهنی آزادگان تویی، در لفظ توست معنی نامی خجستگان. جان و دلم چو آبی زلال از زلال باد، رزقم چو نامی مردمی نیکت حلال باد. نامه چو شعری رودکی بعد از 1000 سال، این گونه دلپذیر چنین بی زوال باد. خاک تو بوی مهر و وفا می کند وطن، نام تو عطر عشق خدا می کند وطن. آوای آبشاری زلالت به لحنی پاک، ما را به عشق پاک صدا می کند وطن. تشکر. خب در خط استاد نصری شما رومانی استاد ستار ترسون سه روز یک بهار هم نگفتید خواندم به نزدیکی. بله. همین عثمان عزیز چه خیلی آدم؟ عثمان عزیز پدرش متین عزیز خب باسمچی بودن، اینو خب 2 برادر بودن، اما عثمان عزیز باز برادر دیگرش، اینو برزیدی یعنی باسمچیان و اسکران سرخ جنگ میکردن. شما اثری معوای دلی رحیم جلیل خوندید؟ همون بابا خواجه صحاف کی بود؟ بابا خواجه صحاف کتاب فروش بود. خب همون با پسر بچه که نزدش میرد برای چی میرفت؟ برای همون اول رنگ و ورق میگیرد و یک کتابهایش رو، بعضی کتابهایش رو دسترس کردن، گرچند که مادرش به این روزی نبود. اول میخواست که تا اون وقتی که اون کتاب رو میخرد 2 هفته خوراکمون میشود. من یک خواهش کنم که برای ما یک شعر سفید خوانند، بعد یک شعر آزاد. حق نظر غایب. 3 منظره. در آب صاف رود چنده بروی عکس خودم کردم نظر، از آب رود جانب من گویا نگاه میکرد حق نظر. چشمش خیال من در زیر چشم چین، پیدا شد از وجاهت آن پیش دیدم حالی دلی حزین. گفتم به خویشتن شاید که او منم، تا گرددم عیان روشن ترک به من، سنگ به آب رود پرتافتم به شست، آن طرح رو برو چون شیشه شکست، کردم به خود یقین من نیستم چنین. تشکر. یک خط شما. از منبر بسیار هم بلند میخواهم مینه‌داری خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشته باشم که به ما جوانان چنین آزمون‌ها پیشنهاد می‌نمایند که ما دانش خود را صیقل دهیم. خدمت نمودن به وطن از دانش و عقل و ذکاوت به مثل وابستگی دارد. ما جوانان کوشش می‌نماییم که با قدم‌های بهادرانه تاجیکستان را روز از روز پیشرفت بدهیم و سهمی باسزا داشته باشیم. السلام ای زی همه روی جهان زیباتر، السلام ای زی همه اهل زمان داناتر، این سلام است فرستاد زی مغزی دل و جان، به توی خلق عزیزم به توی خلق جهان. از تغرل احراری چی از یاد کردی؟ بلند است از فلک معوا، بلند است از فلک معوای بدیل، نباشد هیچ کس را جای بدیل، نمایم توتیای دیده خیش اگر یابم غباری پای بدیل، ندیدم از سخنگویان عالم کسی را در جهان همتای بدیل. از نوهای دیگری شعر، نوهای دیگر شهبیت. گاو نمک می خورد و هیچ به یادش نرسد که نمک خوردن او فایده قصاب است. سودخور از پول خود نان شکند گر به مثل، شیشه سندان شکند اطاله دندان شکند. خب
نوهای دیگر شعر خب 4 پاره هم اونجا داخل می شود، شعر سفید هم، عروض آزاد هم، شعر آزاد هم داخل می شود. از 4 خب پاره از این نوها کنی خوانید. آهم به گذرگاهی خودم مهمانم، اشکم به نظرگاهی خودم مهمانم، مهمانی من از باب غریبی تو منال، من نیز به درگاهی خودم مهمانم. اگر از گریه کردن آب می شد دلی من بود، بسیلی اشک می شد غرق منزلی من بود. اگر آسان نمی گردید مشکلی من بود، به زیر موجی دریا مانده ساحلی من بود. اگرچه مردنی فرزند را در جنگ دیدم من، اگرچه بارها بیگانه دلتنگ دیدم من، به امیدی که بینم چاه کنها را به زیر چاه نمردم. گرچه با چشمم اجل هر رنگ دیدم من، نمردم زیستم فرزندی خوردم را کلان کردم. شبی توی عروسی اشک شادی را روان کردم. گمان کردم که آبی دیدم مرجان گشتم مرجان را، به کلین پیشکش کردم دعا چون مادران کردم. ندارم طاقتی داغی پسر دیدن دیگر هرگز، سراسر سوختار و پرشرر دیدن دیگر هرگز، به هر یک خانه طفلی بی پدر دیدن دیگر هرگز، حیاتی آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز. تشکر. اما در خواندن 2 تا خطا کردید. یک تا گشته گفتید، اونجا گشت، بعد سوختار و پرشرر گفتید، سوختار پرشرر. از چراغ ابدی کدام باباش اذیت کردید؟ بابی اول. شبی که تا سحر بیدار بودم، مشوش تنگدل ناچار بودم، نخفتم داشتم امیدواری، دلم را می فشارید انتظاری. گرفته دودی تماکو گلویم، خمیده موی سر تا چشم رویم. زدم گوگرد کردم باز خاموش، پپیراس درگیراندم رفت از هوش. قد و بر خانه را گشتم نشستم، گرفتم خامه با لرزنده دستم. دلم میخواست که شعر نویسم، نمایم شهری داستانم حدیثم. همه آدینه خوانده دا؟ قصه آدینه. پدر آدینه چی نام داره؟ بابا مراد. بابا کلام بفکرم. بابا کلام، درست. همه آدینه چند بار از فرغانه به قراتیگی میره؟ 2 بار بفکرم استاد. رومن دختر آتش، همین دلارام کنیز در کجا زندگی میکرد؟ این واقعا همین دهات اینا در سمرقند و بخارا بفکرم در نظر داشت. نه، در کدام منطقه شهری بخارا زندگی میکرد؟ خب همین خیابان نادر، یک این پسی هم که نوشته همینجوری، برای چه همین خیابان نادر کی است؟ برای آنکه همین خیابان نادر را یعنی و همین نادر خود و درختان آنجا سفیدهای آنجا را نادر و شناندگی بود، از همین سبب خیابان نادر نام گرفته. کی به نام نادر میماند؟ عبدالواحد امک. عبدالواحد. دشتی ماران ساربان خوانده. قهرمان اساسی از سنگینای. برای چه میگه قصه دشت ماران؟ برای اینکه یک دشتی بود که در آنجا پر از مار و همین مارها بودن. سنگینای کی؟ سنگینای همین قهرمان اساسی یعنی شوهرش ذکور و سنگینای آدمی بود که تنها با وی جرأت داشت که به دشت ماران رود. دیگر هیچ کس جرأت نمیکرد که به دشت ماران رود. و دشت ماران خیلی جا بود. دشت ماران جایی بود که جای پر از مارهای کلان بود که هیچ کس در آنجا جرأت نداشت که به آنجا رود و مارها به سنگینای ضرر نمیرساند. خب حکایه زینب بیبی هم خوندگی، قصه زینب بیبی. زینب بیبی کی بود؟ و رئیس کمیجرایی و لقای تاجیک. از مومین قناعت یکم چیز خواندید؟ چی خواندید؟ موجی برادری. موجهای برادری. اگر از گریه این نام همین داستان چی است؟ موجهای دینپر. موجهای دینپر از این یک قسمتش موجهای برادری میشه. موجهای برادری. به دیدن نقش روی تو، به گوش گفتگوی تو، هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو. به جای دور میروم دلم همیشه سوی تو. شدم کلان و آمدم کنون به جستجوی تو. برادرم برادری به جان و دل برابرم. زمین اوکراین را زی سر و بر قدم زدم.
به هر دیار دم زدم، به هر مزار دم زدم. زی لفظهای مرمرین به حرصی جستن آمی تو، بیکافتم نیافتم نشانی ناعیانی تو. برادرم برادری به جان و دل برابرم. تاجیکستان تاجیکستان هر کجای رفتم از آغوش تو. دامنم را من تکیدم ره به ره در هر قدم. پای خود را ره به ره افشانده رفتم در زمینت، سرزمینی کم زمینت گردی خاک کم نکردم. تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو. میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است. با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. شما حکایه سیف رحیمزاده افردی گنجشک سفید خوندید؟ نه استاد. همون بچه برای چی گنجشک شده میخواد؟ او میخواست که مثل گنجشک سفید تمام دنیا را چرخ زند. اصلا این سبب میخواست که او گنجشک سفید شود و تمام دنیا را پرواز کرده. از چه قرار کرده بود وی؟ بعد میخواد گنجشک شود. وقتی که برادرش به او میگوید که تو گنجشک شده نمیتوانی و پرواز کردن نمیتونی، اصلا این باشد استاد. بعد چیکار میکنه گنجشک شده میخواد؟ بعد او شب خواب میبیند که و بالای بام میبراید و از آنجا به زمین خودش را میپرتاید و بیهوش میشود. وقتی که مادرش به اکش میگوید که آب بیار، اکش به جای آب شیر میآورد، برای او میپاشند. از همین سبب خندکنان میگوید که این اکنون گنجشک سفید شد. نویلی تشنگی خوندید؟ در کجا میگذرد؟ در یک چایخانه استاد. خب وقتی که پسر تشنه میماند از راه دور، یعنی او با پسر نه جوان از راه دور، یعنی او با همون موتورسیکل خود می آید. او خیلی تشنه بود و به یک وای می‌دارد چایخانه می‌دارد که تشنگیش رو در آنجا شکند. اما می‌بیند که در یک استال یک دختر زیبا با چهره گشاده نشسته است. هوش و خیال آن، یعنی تشنگی از سر وی می‌رود و هوش و خیال آن عاقبت چی میشه؟ در جستجوی همان دختر میافتد. دختر کجا میرد؟ دختر یعنی بر همون از چایخانه میبرد میرود و پسر آن را میکوبد نمییابد. وقتی که برآمده میرد همون جوان نمیبیند همونه. خوشی یادی وای در یعنی او در فکر بند بود. یک نظر میبیند که اون دختر در آنجا نیست، از دنبال او به جستجوی او میبره. دو تا ربوی خان و دو تا دو بیتی. از خاک اگر کنده شود سبز خس است، پروانه به شمع رو نآرد مگس است. بی جان کنی آبرو میسر نشود، عشقی که ندارد آه اشک از هوس است. آسوده زی آسودگی این بنده منم، جمع آور یارانی پراکنده مرم. با این همه خصلتم فروشند مرا، این نیز بود بخت که ارزنده منم. شهاب از چرخ گردون کنده می شد، به مانند رگی خون کنده می شد. بری روی فلک را می خراشید، چو آن روی به ناخن کنده می شد. اگر چی رفت از سر بام قشلاق، نخواهد رفت از سر شام قشلاق. پر از کاه و پر از ماه و پر از من، مرا از کودکی ها نام قشلاق. یک شعر در رأس وطن خوانید. همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداری است، همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداری است. رهی آسان شوی مشکل خود را همه جویند، همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداری است. همان مردی که از تیری عدو دارد جراحت ها، ولی چشمان گریانش نمی بینم وطنداری است. پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش، همان جمع پریشانش نمی بینم وطنداری است. اگر فکری وطن در سر نباشد سر چی کار آید، دل خالی ز ارمانش نمی بینم وطنداری است. فدایی را شکایت حیز از بار و گرانش نیست، ز عمری خود پشیمانش نمی بینم وطنداری است. تشکر. یک قرص به افتخاری سال اول از در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است اشتراک میکنم. از روی نامیناسیون دوم خواندن و از یاد نمودن آثار ادیبان معاصر تاجیک. آزمون نه آنقدر دشوار بود، خیلی شفاف گذشت. از این اشتراک خود به همسبقان خود گفتنی هستم که پیوسته به کتاب رو آیند، زیرا کتاب عقل انسان، خرد انسان را خیلی به مرتبه بلند میرساند. بهار آمد، ز عمرم باز یک سال دیگر بگذشت.
تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت و مثل گوشت و ناخن همیشه با وطن بودم اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سرفارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودم ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. با وقتی بازگشتن چون رسیدم بر حدودت من، زی سر تا پا شدم مفتون و شیدای نمودت من. نشستم در زمین تو، پریدم در هوای تو، با آوازی درودت من، با آهنگی سرودت من. اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور، با سیاحی مرا کردند گرچه دوستان مشهور، ولی من در همه جا، در همه کنج و کناری در، همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. از یادداشت سوالتیم؟ خوب. توی روی خواجگان میرکانی. توی روی خواجگان میرکانی، خواجه ها وقتی که به توی میرفتن برای وی تمام ناز نعمت های رو مهیا میکردن، لیکن آنها اینقدر خود رو بلند میگرفتن که یگان از دسترخوان یگان چی نمیخوردن. وقتی که بسیار اگر که مراعات میکردن و گرید و خورید میگفتن، بعد اگر یک برنج شکسته نصفش میخوردن. اما وقتی که خسته رفتنی میشدن، تمام آن چیزی که در بالای دسترخوان بود و خر و اسباشون بار میکردن و در یک جای پناهی میرفتن، همونو میخوردن. اصلا عینه من میدانم که شما بسیار نقص خواندگی همین مشخص جواب دهید. سبب از همین قراتگین فرار کرده با چیز رفتن آدینه چی بود؟ سبب فرار کرده به فرغانه به کار رفتن عینی، پیش از همه مزد کار کرده، خودش و زندگیش رو بهتر کردن بود. و قراتگین هم کار بود کو؟ نفهمیدم. در قراتگین کار نبود می؟ در قراتگین هرچند کار بود، نه که از دست و ظلم ارباب کمال گریختنی وای در کار بود و اونجا رفته مزد زیادتر کار کرده، آمده میخواست که خانه‌دار شود. از 366 پهلوی چه میدانید؟ جان برای وطن فگار من نکنم کی میکند؟ دل برای وطن، دل برای وطن فگار من نکنم کی میکند؟ جان برای وطن نثار من نکنم کی میکند؟ استاد ترسونزاده یک شعر نقص خوانید. تو را 100 بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است. نوشتم پخش کردم دست ماندم مهر به گفتار، حیاتم را منماتم را به نامت من همین کافی است. تو دانی فعل و اطوار غلامان شور و عصیان است، شکستن پاره کردن کنده و زنجیر زندان است. ولی من آن غلامم که نه عصیان میکنم نه شور، نه با تو میکنم جنگ و نه از تو میشوم من دور. همیشه با تو میخندم، همیشه با تو میگریم، اگر خواهی تو من هیجو، اگر خواهی تو من مشهور. وفا کن گفته بودی من وفا کردم همین کافی است، دلم را در وفا آب و ادا کردم همین کافی است. اگرچه ابتدای عاشقان در عشق هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است. همصحبتان شریف جان مخدوم صدر ضیا کیها بودند که استاد عینی از آنها بهره کامل معنوی میگرفت؟ از جلد سیوم اساساً گویم خدمتی که محفل های شریف جان مخدوم صدر ضیا با استاد عینی بسیار کمک کلان رساند و در آنجا شاعران و نویسندگان و آنهای جمع شدند که اهل علم بودند و ذوفنون، گلشن صادقی و بسیار دیگران بودند که سید خواجه صادق خواجه گلشنی و بسیار خدمت کلان برای پیشروی استاد عینی محفل های شریف جان مخدوم صدر ضیا به انجام رساند که یک شخصیت بزرگ تاریخی را مثل استاد عینی به عالم علم و ادب داد. سیوژت داستان چراغ ابدی را نقل کنید. چراغ ابدی با همین مصرع‌ها سر میشد. شبی که تا سحر بیدار بودم، مشوش تنگ دل ناچار بودم
و از همین لحظه سر میشد استاد ترسونزاده تولد فرزندشون پرویز رو انتظار بودن و وقتی که همون شب پرویز تولد میشد و پگاهش استاد ترسونزاده آمدن استاد عینی رو در وокزال روی آهن منتظر بودن و استاد عینی از سمرقند به شهر دوشنبه میآیند و استاد یکی از اولین ها شده استقبال میگیرند. اکنون از سروش استالینگراد یگان بخشش قرائت کنید. سخن را وزن و تمکین زمین باید، سخن را قدرت جان آفرین باید، دل سرباز و مثل تو کمین باید، زمینی من که افساف تو را خواند. سخن را سحر مردن زنده گردیدن، خزان دیدن بهاران باز سبزیدن، چو دریا در محیط خویش خنجیدن، بود لازم که دستان تو را گوید. سخن باید رهی تقدیر را گیرد، دعای مادران پیر را گیرد، بنیم آواز اعجاز تو را گوید، که با حکمت دمی شمشیر را گیرد. زمستان تخم گل بر خاک می ریزد، بهاران موج گل از خاک می خیزد، چو تخم آدمی ریزد نمی خیزد که راز خویش را گوید. بجای جسم های بر زمین یکسان، ز خاک مرده خیزد هیکل بیجان، چو تمثال خدا بر تربت انسان، بود لازم که افساف تو را گوید. از شما خواهش می شود که در فرجام برآمد یگان شعر از ایجادیات استاد بازار صابر قرائت کنید. من نمیدانم که در سودای شعر شاعر از شاعر ناشاد کیست، لیک روز به غزل به شعری تر ماند اگر لبهای من چون لبانی چشمه های خشک پرسین میزند. هیچ کس مانند من ناشاد نیست. شکر آن وقتی که از بند جگر بیت های تازه بیرون می شوند. در سری هر بیت چون در سری گهواره، چون زنی نوزاد شادم. در سری هر بیت چون در سری پیراهه، گوی محبوسی نوازادم. شکر آن شعری که مثل کودک با عذاب تلخ تولیدش کنند. روز نوروز است هر خلق ملل در جهان چون زاد روز شاعر عیدش کنند. شاعر و شعر اگر هست کسی غمخوار هست، چشم بیدار و دل بیدار هست. یعنی گونه های تیره از شعر آفتابی می شود، خشکی های سینه ها از شعر آبی می شود. محترم خلقی که او نیرون و اسکندر نداد، لیک کلدیرون و بیرون داد او. محترم خلقی که شاعر پرور است، شاعر از سینه اش هر نقطه را میکند چون معدنی از کان. مثل محبوسی که در تلواسه جان کندنش میکند دیوار محبس را به دندان. این آزمون فارغ صبح دانایی امروز توجه کلی ساکنان تاجیکستان را به خود جلب کرده است و بسیار خدمت بزرگ خواهد کرد در راه علم و دانش و ادب دوستی مردم. برای اینکه آنها کوشش میکنند که فرزندانشان نبیره‌هاشون باز خوانند، باز علم آموزند و کتاب‌های زیاد را مطالعه کنند. برای اینکه اساس پیشروی انسان از کتاب است. چاره‌بینی مهم فرهنگی که در تمام جمهوری راه اندازی شده است باید سالهای آینده و چند سال بعد ثمره‌های بسیار نیک را به بار آورد. در نامگوی آثار مطالعه کرده شما شعر استاد ترسونزاده آشیانی بلند ذکر شده است. لطفاً آن را قرائت کنید. آشیان گرمی گذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوهی سربلندی ما گذار. آسمان در گنبدی سبزش اگر جایت دهد، آشیانی مهر خود. آسمان در گنبدی سبزش اگر جایت دهد،
آشیانی فکر دوراندیش در آنجا گذار. نیستی تو بلبلی چولی که افغان سر کنی، چشم خود با کمترین اشکی ندامت تر کنی. بی وفایی گلی خاری بیابان دیده و منزل خود را نشیمنگاه غار و جر کنی. یک سوال از پویستی جوانی. قهرمانی همین پویست در سالهای جنگ بزرگ وطنی بسیار یک تشبث نشون میدهد، یک کاری خیر میکند. همون کی بود و چی کار کرد؟ در سالهای جنگ بزرگ وطنی در خاطرم نیست، لیکن او با پول خودش از پول نفقهش جمع کرده برای کلخوز نساس خریده، زمین کشت رو آبیاری کرد با همراهی جوانان. در آخر سالهای جنگ در یادتون نیست؟ در یادم نیست. خب یادداشت‌های استاد عینی خوندید؟ اسم یک و دو. همین حیدر قلچوچقه کی بود؟ حیدر قلچوچقه از یک آدمی بدبشره بود. او از بس که منقید بود، چی کاری که میکرد با امیر که همشهر بود، او را هیچ کسی هیچ چیز نمیگفت. همه اسبایی که میدزدیدن دزدها در خانه او جایگیر میکردن. او در همین قدر بوی هم باشد در جای زیبا برای چی چنین لقب گرفته بود؟ بدبشره بود، خیلی و خوی بد داشت. در پلات کنجکی ابراهیم جان یک غزل هیلالی رو بسیار زمزمه میکند. کدام غزلش رو؟ ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستتر دارم تو را. گر به صد خاری جفا آزرده سازی خاطرم، خاطری نازک به برگی گل نیازارم تو را. واسه رو خوب در یاد دارید؟ خب لحظه ای که واسه به قرچی می رود و میخواد به وقتی به دوشنبه میاد از اینجا با میرزا اکرم بای و میخرد. میرزا اکرم بای باید که به قرچی رود و باید چی رو برد با خود؟ رمه گوسفندانش رو باید برد. گوسفندبانی او کی بود؟ یک بچه خردسال بود. برای همین وقتی که واسه به اونجا برای برادرش که در زندان بود برای یاردم دادن او میرفت، برادر خوندش راه آنها با هم یک بود. او میخواست که در راه پول به دست بیاره. شعری دوست داشته خود رو قرائت کنید. ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است، ای شمع آهسته بسوز که شب دراز است. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست. هر مرد شتردار اویسی قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست. با مرد خدا پنجه میفکن چون امرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه به جای تو برادر شدنی نیست. 100 بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست. تشکر زیاد. من سلامم را به نامت میگذارم تاجیکی، افتخارم تاجیکی، دار و مدارم تاجیکی. میخواهم یک شعری استاد زنده یاد لایق شعری رو قرائت کنم. یاران به کف پیاله و در دل غبار چیست، امروز هم گذشت غم روزگار چیست. آخر دیگر چه حاجتی پند و نصیحت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. یاران سری عزیز فدای سر کنید، در هر سر ترنم شعری دری کنید. شعر و سرود شعله درد محبت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. یاران به آرزوی دل باید رسیده رفت، یار ناز زیار گر رسد
باید کشیده رفت یاری که ناز میکند تا کی بهیمت است هر دم غنیمت است آدم غنیمت. از اون روی خطی من دیدم که خیلی شما رمان‌های استاد اکرامی خواندگید. یکی از رمان‌هایشون خواندگیتون زاغ‌های بدمور. درست. همین ملا خاکراه کی است؟ من مشخص سوال میتونم، خواهش میکنم مشخص جواب دهید. ملا خاکراه کی بود؟ ملا خاکراه یک پسر وای پدرش باسمچی بود. چی وظیفه داشت؟ وای مدیر انبار بود در کالخوزی در قشلاق کریم پارتیزان. در کدام کالخوز؟ کالخوز به نام کی بود؟ راه لنین. راه لنین، درست. رایان باغستان. وقتی که در کتفش چیز بود برنج با کی نادر خاله وا میخورد، بعد چی میگوید؟ وقتی که بگوهی روز بود ملا خاکراه میخواست که یک نیم پود یک نیم خلطه برنج رو به خانهش برد. تشکر. یک خرس به افتخار هستم.